پس از آن که روند تجارت افغانستان با پاکستان مختل شد، امارت اسلامی در پی دریافتن راه‌های بدیل آن شده و آسیای میانه، هند و ایران را به عنوان بازار بازرگانی کشور انتخاب کرده است. در این میان ازبکستان به یکی از شریک‌های بازرگانی افغانستان مطرح شده و هیئت‌های از دو طرف بارها برای مبادلات تجاری و عقد قراردادهای گوناگون به افغانستان و ازبکستان سفر کردند. در صورتی که در این نشست افغانستان بتونه اعتماد اعضای حاضر این نشست را پیدا بکنه، طبیعتا که در تجارت با این کشورها خساره که از قطع رابطه با پاکستان به میان آمده میتونه تا حد قابل جبران باشه. به صورت کل حضور افغانستان در چنین نشست‌های افغانستان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد و مطمئن در تجارت منطقه مطرح میکنه. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرده که نورالدین عزیزی وزیر این وزارت به منظور اشتراک در نشست بین المللی صنعت قرار است در ازبکستان برگزار شود خبر داده است. به گفته این وزارت قرار است در این نشست بیش از 60 نماینده از فابریکه‌های تولیدی گوناگون کشور اشتراک کنند و در این نشست نمایندگان از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز اشتراک می‌کنند. قابل ذکر است که نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در عرصه صنعت، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی است که خوشبختانه به تعداد بیشتر از 60 شرکت در سکتورهای پنبه، زغالسنگ، ادویه و محصولات زراعتی از افغانستان نیز اشتراک نمودند. این وزارت افزوده که این نمایشگاه به منظور توسعه صنعت و تکنولوژی‌های پیشرفته و همکاری‌ها در بخش سرمایه‌گذاری برگزار می‌گردد. وقت میتونه که بسیار خوب باشه و این گام ها که با پلان حرکت شود، با برنامه ها حرکت شود و او تولیدات و او محصولات افغانستان در اونجا به نمایش گذاشته شود که در حقیقت میتونه که بازارهای معین خود به دست بیاره، ملاقات های معین صورت بگیره و این ملاقات ها به منظور باز کردن بازار هم برای کشورهای دیگه که ملاقات صورت میگیره و هم برای افغانستان که در حقیقت اینا صادرات میکنن و اونا واردات خود انجام میدن و ما روی یک مزیت نسبی باید کاملا استوار باشیم. خب شما میفهمین که اشتراک 60 کمپانی افغانی در ازبکستان میتونه مسیرت خیلی بلند اقتصادی داشته باشه به دلیل از اینکه نمایشگاه محل است که در اونجا به شکل زنده کالاها و خدمات به نمایش گذاشته میشه. هر قدر که بیشتر بازارهای خارجی با کالای داخلی افغانستان آشنایی حاصل بکنن بدون شک که زمینه را برای صادرات بیشتر میسازه. گفته نیست که پیش از این نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت امارت اسلامی در پنجمین نشست فرم اقتصادی آنتالیای ترکیه اشتراک کرده و بر گسترش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی تاکید کرده بود.